قسمت دوم آموزش گوشواره به اندازه 2 تا 3 میل میایم داخل کادرمون رو علامت میزنیم و دور مقوامون رو کاملا قیچی میکنیم. پشت مقوا رو آغشته به چسب میکنیم و پشت کارمون میچسبونیم. اینجا وسط نگین رو پیدا میکنیم و به فاصله نیم سانت علامت میزنیم برای جاگذاری میخ گوشواره. نیاز به چرم داریم، چرممون رو روی کار میذاریم و یه تیکش رو به اندازه‌ای که لازم داریم برش میزنیم و حالا میتونیم دور تا دورش هم دور تا دور کار رو کاملا برش بزنیم. میایم پشت کار رو به روی چرممون قرار میدیم و قسمتی که علامت زدیم به همین شکل میخ گوشواره رو با یه فشار کوچیک از توی چرممون رد میکنیم به این صورت. میخ گوشواره رو کاملا قرار میدیم به همون جایی که علامت گذاری کردیم و به همین شکل که میبینید کاملا فیکس میشه و الان نوبت دوردوزیمون هست. سوزن رو مابین چرم و نمد قرار میدیم و از چرم رد میکنیم، اضافهش هم که قیچی میکنیم. انگشت اشارمون رو روی نخمون نگه میداریم، میخوایم دوخت دندون موشی بزنیم و مطابق تصویر یه دونه پولکمون رو بر میداریم از رو و دقیقاً از کنار سوزن قبلی از نمد و از چرم و نمدمون سوزن رو رد میکنیم و میاریم بالا. حتما باید سوزن باید روی نخ قرار بگیره، یعنی نخمون باید بره زیر سوزنمون. در اینجا سوزن رو از زیر پولکمون از سوراخش رد میکنیم